سلام، به کانال مستر تریک خوش اومدین. من تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری با استفاده از CMD رمز وای فای که با اون متصل هستید رو پیدا کنید. ولی قبل از هر چیزی اگه به این ویدیوها علاقه دارین حتما کانال منو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین و حتما نظرتون رو داخل ویدیو برام بنویسید. خب میریم سراغ آموزش. خب اول از همه باید وارد CMD بشین. برای دوستانی که نمیدونن چجوری باید وارد CMD بشن، باید کلیدهای ویندوز و آر رو بزنن و CMD رو تایپ کنن و اینتر رو بزنن. خب همونطور که می‌بینید وارد CMD شدیم. خب حالا بعد این جمله‌ای که من اینجا نوشتم رو شما هم بنویسین و بعدش اینتر رو بزنید. خب همونطور که می‌بینید الان به شما لیست وای فایی که قبلا بهشون وصل شدید رو نشون میده. حالا شما برای اینکه بتونید رمز اینا رو در بیارین، اول بعد این جمله‌ای که من اینجا نوشتم رو بنویسین. حالا در این بخش شما باید پروفایل نیم رو پاک کنین و اسم وای فایی که می‌خواید رمزش رو پیدا کنید رو بنویسید. فقط دقت کنید که اسم وای فای رو باید دقیقاً به همون شکل بنویسید. بعد از اینکه اسم وای فای رو نوشتید اینتر رو میزنین و همونطور که می‌بینید تمام اطلاعات مودم رو در اختیارمون گذاشت و شما در این بخش هم میتونید رمز وای فای رو ببینید. خب همونطور که دیدین ما تونستیم به راحتی با استفاده از CMD رمز وای فای که به اون متصل هستیم یا قبلا حداقل یک بار به اون متصل شدیم رو پیدا کنیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین و نظرتون رو حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. و اگه هنوز به کانالم سابسکرایب نکردین حتما این کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای این مدلی رو از دست ندید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.